شعارشان این بود که ما شاه را میکشیم و یک نظم نو انقلابی وجود میاریم. دوستای گرامی، به چهارمین برنامه از سلسله برنامه‌های روابط بین الملل با شهریار خوش آمدید. تا اینجا فهمیدیم که چطور کشورها به وجود آمدند، اما حالی به این مسئله میپردازیم که انقلاب‌ها چطور تمام چیز را دگرگون کردند. مهمترین نمونه این رقم انقلاب‌ها هم انقلاب فرانسه در سال 1789 میلادی بود. تا پیش از این پادشاه ها بر اساس این باور حکومت میکردند که قدرتشان از جانب خدا آمده، اما مردم فرانسه که از فقر و بی‌عدالتی این پادشاه ها به سطوح آمده بودند دیگه این ایده را قبول نداشتند. اونا یک انقلاب کردند و پادشاه خود لویی 16 را اعدام کردند و به دنیا نشان دادند که قدرت نهایی در دست مردم است، نه پادشاه. از دل از انقلاب یک شخصیت بسیار کاریزماتیک برآمد به نام ناپلئون بناپارت. ناپلئون به سرعت قدرت را به دست گرفت و تصمیمش این بود که تمام اروپا را هم فتح بکنه. ناپلئون برای مدتی جنگید و موفق هم بود، اما در نهایت تمام کشورهای اروپایی به ضد از او متحد شدند و شکستش دادند. درس مهمی که از سرنوشت ناپلئون ما میتونیم بیاموزیم ای است که هیچ کشوری نمیتونه به تنهایی بر جهان حکومت بکنه، زیرا دیگرها برای مقابله با او متحد میشن. در واقع از ترس از او با یکی دیگه متحد میشن. این واقع منجر شد که یک تشکیلات نو به وجود بیاید به نام کنسرت اروپا. خب کنسرت اروپا چی بود؟ پس از شکست ناپلئون قدرت‌های بزرگ اروپایی مانند بریتانیا، روسیه، اتریش و پروس، او زمان به جرمنی پروس میگفتند، این رقم تصمیم گرفتن که به صورت دوره‌ای با یکی دیگه ملاقات بکنن تا از هرج و مرج جلوگیری شود. این نشست ها در واقع اولین نمونه از دیپلماسی چند جانبه در تاریخ مدرن روابط بین الملل است. گویی کشورها دور یک میز میشستند و توافق میکردند که هر زمان یکیشان بیش از حد قدرتمند شد و کوشش کرد که نظم موجود را برهم بزنه، همه با هم جلوی از او را بگیرند. انقلاب ها و ناپلئون نظم وستفالیایی را متزلزل کردند، اما در نهایت باعث شدند که کشورهای بزرگ برای حفظ صلح و ثبات شروع بکنند به همکاری با یکدیگر.